سال 1359 جنگ ایران و عراق تازه آغاز شده بود و مرزهای غربی ایران شاهد درگیری‌های شدید بود. در این شرایط بحرانی اطلاعاتی محرمانه به فرماندهان ایران رسید که عراق در صدد تکمیل یک راکتور هسته‌ای در اوزیراک است. تأسیساتی که می توانست در آینده تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور باشد. فرماندهان نیروی هوایی ایران تصمیم گرفتند دست به اقدامی جسورانه بزنند. عملیاتی که بعدها به نام شمشیر سوزان شناخته شد. این عملیات یک اقدام پیشگیرانه و در عین حال نمادی از شجاعت و ابتکار رزمندگان ایرانی بود. هدف تخریب بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای عراق بدون وارد کردن خسارت گسترده انسانی یا خطر نشت رادیواکتیو به بغداد و مناطق اطراف. آماده سازی برای عملیات ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق نیاز داشت. مسیرهای پروازی، ارتفاع مناسب، نقاط حمله و زمانبندی دقیق تعیین شد تا خلبانان بتوانند با حداقل ریسک و بیشترین اثر بخشی عمل کنند. خلبانان ایرانی که در سخت‌ترین شرایط جنگ تجربه کسب کرده بودند، با انگیزه‌ای فوق‌العاده و روحیه‌ای بی‌نظیر آماده اجرای مأموریت شدند. این عملیات نه تنها یک اقدام نظامی بود، بلکه نمادی از اراده ملت ایران در حفاظت از امنیت خود در برابر تهدیدهای منطقه‌ای محسوب می‌شد. لحظاتی که خلبانان با شجاعت به آسمان برخاستند و به سوی اهداف حرکت کردند، نمونه‌ای زنده از جسارت و تصمیم‌گیری دقیق در میدان جنگ بود. صبح روز 8 مهر 1359 آسمان پایگاه هوایی همدان هنوز تاریک بود. در سکوتی سنگین صدای گام‌های خلبانان روی باند می‌پیچید. آنها می‌دانستند مأموریتی که پیش رو دارند شاید بازگشتی نداشته باشد. در اتاق توجیه عملیات نقشه اوزیراک روی دیوار نصب شده بود. خطوط قرمز مسیر نفوذ را نشان می‌داد و نقطه سفید در مرکز نقشه همان هدف بود: تأسیسات هسته‌ای عراق. فرمانده پرواز با نگاهی آرام اما مصمم گفت: به محض عبور از مرز همه چیز بر عهده شماست. مسیر پایین و بی صدا. ما فقط یک شانس داریم. لحظاتی بعد آتش پس‌سوزها باند را روشن کرد. 4 فروند فانتوم F4 یکی یکی از زمین جدا شدند و در دل تاریکی پرواز کردند. رادارهای عراق هنوز خواب بودند. ارتفاع پرواز کمتر از 100 متر از سطح زمین، سکوت رادیویی کامل. صدای باد در کابین تنها موسیقی آن مأموریت بود. با نزدیک شدن به خاک عراق، حس اضطراب در قلب‌ها موج می‌زد. اما تصمیم گرفته شده بود. باید پرواز ادامه پیدا کند. در دوردست، رود دجله مانند نوار نقره‌ای زیر نور آفتاب صبحگاهی برق می‌زد. وقتی اولین نشانگر رادونی از بغداد بر روی صفحه ظاهر شد، فرمانده زمزمه کرد: هدف در دید است، برای افتخار ایران. چند ثانیه بعد آسمان بغداد با فریاد غرش فانتوم ها شکافته شد. بمب های MK82 رها شدند و در لحظه‌ای نفسگیر تأسیسات اطراف راکتور در شعله و دود فرو رفتند. زمین لرزید و موج انفجار به آسمان پیچید. عملیات شمشیر سوزان با موفقیت انجام شد. مأموریتی که تنها چند دقیقه طول کشید، اما اثری ماندگار بر تاریخ نظامی جهان گذاشت. در مسیر بازگشت، جنگنده ها هنوز در ارتفاع پایین پرواز می کردند تا از دید پدافند دشمن پنهان بمانند. سوخت کم بود، فشار خون بالا، اما هیچ کدام از خلبانان تسلیم نشدند. هر کیلومتر یادآور پیمان نانوشته‌ای بود میان آنها و خاکی که برایش می جنگید. در سطح منطقه و بین‌المللی عکس‌العمل‌ها گوناگون بود.
کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ این عمل را با نگرانی و در برخی موارد با انتقاد دنبال کردند. زیرا حمله به تأسیسات هسته‌ای موضوعی نبود که تنها سازوکار نظامی را در بر گیرد، بلکه پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌ای نیز به همراه داشت. تحلیلگران گفتند نمونه‌ای از عملیات پیشگیرانه را شاهد بودند، اقدامی که خطوط قرمز نوینی در سیاست امنیت منطقه‌ای تعریف کرد. این رخداد بعدها در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای بارها مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت. برای عراق پیام فوری و آشکار بود. تأسیساتش آسیب‌پذیر است و برنامه‌اش زیر تهدید عملیاتی قرار دارد. این حمله بخشی از فضا و منطق رقابت و نفوذ در خاورمیانه شد و به افزایش تلاش‌ها برای محافظت و پنهانسازی تأسیسات حساس انجامید. برای ایران اما نتیجه داخلی قابل لمس‌تر بود: افزایش روحیه نظامی و سیاسی و تقویت تصویر توانایی‌های عملیاتی نیروی هوایی در یک زمان بحرانی جنگ. از منظر تاریخی، عملیات شمشیرسوزان به عنوان یک مورد مطالعاتی درباره موازنه میان امنیت و مسئولیت پذیرفته شده است. منتقدان هشدار دادند که چنین اقداماتی میتواند به چرخه تنش و مسابقه تسلیحاتی دامن بزند. حامیان اما آن را نمونه‌ای از اقدام متناسب در برابر تهدید بالقوه توصیف کردند. در هر دو سو بحث‌های حقوق بین الملل، اخلاق و استراتژی نظامی شکل گرفت که تا امروز نیز در متون سیاستگذاری و آکادمیک مورد رجوع قرار می‌گیرد. آنچه اما فراتر از تحلیل‌ها باقی ماند، تصویر خلبانانی بود که در سکوت پیش از سپیددم برخاسته و به خانه بازگشتند. مردانی که با عمل خود بخشی از یک فصل تازه در تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زدند. عملیات شاید از نظر زمانی کوتاه بود، اما از نظر پیام و تبعات فاصله‌ای طولانی تا فراموشی داشت. انگاره‌ای که نشان داد تصمیم‌های مغتنم و خطرپذیر می‌تواند مسیر تاریخ را برای لحظه‌ای تغییر دهد.